سلام، میخوام یه ترکیب هنر دست انسان و طبیعت رو بهتون نشون بدم. سنگ یشم با هنر دست انسان و جزئیاتی که اومده از مناظر تراشیده شده با دست درون این سنگ رو میتونید ببینید. ابعاد این سنگ 1 متر و 30 سانت در 2 متر و منظره بسیار زیبا با جزئیات دقیق. در ادامه میخوام سنگ بزرگی از اونتورین رو بهتون نشون بدم که با چه کیفیتی تراش خورده و صیقل داده شده. تمام این جزئیات صیقل‌های خیلی ظریفی درونش هست. در ادامه این منظره زیبای پاییزی رو ببینید. این اعجاب خلقته. ببینید چقدر از دل سنگ این رنگ ها رو در آوردن. اون ذره ذره زردی ها و گرمی سنگ رو کشیدن از دلش آوردن بیرون. این گوزن‌ها رو ببینید توی دل کوه دارن چجوری میرن بالا. واقعا عجیبه اینجا. این سنگ رو ببینید، انگار یک منظره برفیه که از دلش این سنگ یشمو کشیدن بیرون، اون جزئیات رو از توش در آوردن. واقعا عالی، پرفکت. این یکی رو ببینید چقدر صیقلی و قشنگ تراش میخوره و پرداخت میشه. اینا جزئیات رو ببینید چجوری اومده بیرون، اون سرشاخه های زیبا، گل های زیبا. واقعا زحمت کشیده شده روشون.